این یه توضیح هستش که پسر من خیلی ازش ترس داشت، خیلی یعنی به شدت حتی تو آیلی که این تویز قرار داشت حتی حاضر نبود اونجا راه بره و منم نمیخواست از اونجا راه برم، یعنی من مادرش هم حتی حاضر نداشت، دوست نداشت که اونجا راه بریم. به شدت فوبیای سنگینی داشت اون قضیه و ما اومدیم خدمت شیوا خانوم، ایشون تو یک جلسه روی این فوبیا کار کردن و خب پسر من خیلی شگفت انگیز بود که درست همون روز فردای اون روز و من گفتش که یه دونه از این تویزا برای من بخر. من اولش باورم نشد اما خب رفتیم براش خریدم و الان خونه است و باشم بازی یعنی با هم بازی میکنیم و خب این خیلی برای ما خوشحال کننده بود چون من خیلی کارا خودمون کرده بودیم اما اصلا جواب نداده بود. برای ما عجیب بود که چرا هر کاری ما میکنیم یه تویز خیلی ساده رو این هی میترسه، اما خب این مسئله الان رفت شد و بازی هم میکنیم و الان با هم تو رنگ‌های مختلفش بخر و خب این باعث خیلی خوشحالیه دیگه. این یه توضیح هستش که پسر من خیلی ازش ترس داشت، خیلی یعنی به شدت حتی تو آیلی که این تویز قرار داشت حتی حاضر نبود اونجا راه بره و منم نمیخواست از اونجا راه برم، یعنی من مادرش هم حتی حاضر نداشت، دوست نداشت که اونجا راه بریم. به شدت فوبیای سنگینی داشت اون قضیه و ما اومدیم خدمت شیوا خانوم، ایشون تو یک جلسه روی این فوبیا کار کردن و خب پسر من خیلی شگفت انگیز بود که درست همون روز فردای اون روز و من گفتش که یه دونه از این تویزا برای من بخر. من اولش باورم نشد اما خب رفتیم براش خریدم و الان خونه است و باشم بازی یعنی با هم بازی میکنیم و خب این خیلی برای ما خوشحال کننده بود چون من خیلی کارا خودمون کرده بودیم اما اصلا جواب نداده بود. برای ما عجیب بود که چرا هر کاری ما میکنیم یه تویز خیلی ساده رو این هی میترسه، اما خب این مسئله الان رفت شد و بازی هم میکنیم و الان با هم تو رنگ‌های مختلفش بخر و خب این باعث خیلی خوشحالیه دیگه.